پایان انتظار، رقابتی تنگاتنگ برای انتخاب ستاره شوخ طبعی ایران. سلام به همه شما بینندگان نازنین شبکه نسیم. عید و نوروز سال 1393 بر همه شما مبارک باشه. من ژاله صادقیان هستم، الان هم توی یکی از شهرهای زیبای جنوب کشورمونم. این شما و این هم مردم نازنین ماهشهر. باز کن پنجره دل که نسیم خوش و جانپرور شادی بدهد لطف و صفایی به دلت. عید شما مبارک. حکیم توس جناب ابوالقاسم فردوسی میگه چو شادی بکاهد روان، خرد گردد اندر میان ناتوان. شبکه نسیم بستری را برای خودنمایی شما آماده کرده است. یک بستر برای خودنمایی شما. قراره که آقا هر کی، هر کسی، هر فردی که احساس میکنه ذره‌ای، قطره‌ای، چکه‌ای نمک ذاتی در وجودش هست الان موقعشه. بریز بیرون هنر خودت رو، ما اینجا براتون ویرایش میکنیم، تنظیم میکنیم، درستش میکنیم و یک چیز ناب و دوست داشتنی ارائه میکنیم. مسابقه شوخ طبعی www.tvnasim.ir. شبکه نسیم از شما دعوت می‌نماید.